سعید جلیلی 48 ساله، متولد مشهد. انقلاب که میشه تازه 14 سالش شده، دوم راهنماییه، بچه مسلمونه و عضو کمیته، خیلی جوونه که میره جبهه. کارت بسیجشو میبینین. نزدیکی امروز سعید جلیلی با سپاه ریشه در همون جبهه داره. 21 سالشه که توی جنگ پای راستش قطع میشه سال 65. 3 سال بعد رفسنجانی که میشه رئیس جمهور سال 68. سعید جلیلی میشه دستیار هاشمی ثمره تو وزارت خارجه. ثمره و جلیلی با هم تو جبهه بودن. ثمره مسئول اداره بازرسی و نظارت وزارت خارجه است و جلیلی میشه مسئول اداره تخلفات وزارت خارجه. چند سالشه؟ 24 سال. نیمه وقت میاد وزارت خارجه و همزمان تو دانشگاه امام صادق درس میخونه. دانشگاه امام صادق میدونید که محصول انقلاب فرهنگی سال 60 و 61 به اصطلاح، که یه جورایی مثل مدرسه حقانی قم هم بعضی از علوم مدرن توش تدریس میشه، بیشتر علوم انسانی، و هم دروس حوزوی و مشخصا فقه. دانشگاه امام صادق اولش کنکوری نبود، بعداً قبولی کنکور هم یکی از شرایط ورودش شد. جلیلی تو این دانشگاه علوم سیاسی میخونه و بعد پایان نامه دکتراشو با عنوان سیاست خارجی پیامبر مینویسه. این پایان نامه به صورت کتاب میبینین، جلدش منتشر میشه با مقدمه حمید مولانا، مشاور محمود احمدی نژاد. سعید جلیلی تا سال 75 همین مسئولیت اداره تخلفات داشت زیر دست هاشمی ثمره و سال 76 که محمد خاتمی شد رئیس جمهور و اصولگراها و جناح ناطق نوری پس زده شدن، در واقع این تیم هاشمی ثمره و سعید جلیلی و یه فرد دیگه به اسم نیکاین از وزارت خارجه میرن، حالا به اسم مرخصی یا هر چیز دیگه. بعد از مدتی با بیت رهبری بیشتر کار میکنن. هر کدومشون هم بنا به موقعیت و کارشون با افرادی از بیت رهبری نزدیک میشن که گفته میشود آقای سعید جلیلی از همون موقع به مجتبی خامنه‌ای نزدیک میشه و یکی از حامیان مهم سعید جلیلی امروز همین مجتبی خامنه‌ای است. مهرائین که با ثمره هاشمی و جلیلی یا هاشمی ثمره و جلیلی در بازرسی وزارت خارجه بود، پسر محمد مهرائینه. محمد مهرائین الان نایب رئیس کمیته پارالمپیک ایرانه. قبلا تو سپاه بود و رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی. 59 تا 62 تقریبا بازجوی شعبه 7 اوین بود که زندانیای دختر و پسر اون موقع که جان به در بردن خاطرات وحشتناکی از این آقای محمد مهرائین دارن. یکی از پسرای همین محمد مهرائین محافظ لاجوردی بود و تو جبهه کشته شد سال 62. پسر دیگه‌اش سال 65 تو جنگ کشته شد. یک پسر دیگه‌اش وردست باباش بود تو بازجویی و شکنجه زندانیا تو شعبه 7 اوین. این آدم با جلیلی و ثمره همکار میشن تو وزارت خارجه. پسر مهرائین معاون اداره بازرسی بود، یعنی معاون ثمره و همراه همیشه او، و سعید جلیلی هم که مسئول اداره تخلفات تو همون اداره بازرسی. باری جلیلی سال 80 یعنی 36 سالشه که رسما یه پستی تو دفتر رهبر بهش میدن به اسم مدیر بررسی‌های جاری دفتر مقام معظم رهبری. با این وجود، با وجود اینکه پست داره تو دفتر رهبری، 4 سال بعد که محمود احمدی نژاد میشه رئیس جمهور، هاشمی ثمره جلیلی رو به عنوان وزیر خارجه پیشنهاد میکنه که رهبر نمیپذیره. میگن به دلیل کم بودن تجربیاتش و این داستان‌ها. به هر حال منوچهر متکی میشه وزیر خارجه. سعید جلیلی میشه معاون اروپا و آمریکای شمالی وزارت خونه، یعنی با وزارت منوچهر متکی. همون موقع علی لاریجانی سرپرست تیم مذاکرات هسته‌ای است و جلیلی هم گاه در سفرهایی که علی لاریجانی میره او رو همراهی میکنه تا سال 86 که لاریجانی در اختلاف با احمدی نژاد میدونید که استعفا داد و جلیلی شد منصوب آقا در سرپرستی مذاکرات هسته‌ای. تو این 6 ساله که سعید جلیلی مسئول مذاکرات هسته‌ای است تا امروز هیچ تحولی در مناسبات بین المللی ایران به وجود نیامده و نتیجه‌ای از مذاکرات حاصل نشده. غرب همچنان به تحریماش ادامه میده و تحریم‌های تازه به تازه اعمال میکنه و جمهوری اسلامی هم در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همچنان به فعالیت‌های دلخواه هسته‌ایش ادامه میده. شاید این بنبست مذاکرات در واقع خواست رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون سعید جلیلی با پیشینه امنیتی سپاهی و با نزدیکی‌هایی که با مجتبی خامنه‌ای داره و همونطور که در مذاکرات اخیر در استانبول گفت نماینده رهبر در مذاکرات هسته‌ای است و نه نماینده رئیس جمهور،
اصولا همون دید امنیتی سپاهی رو در مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی هم سعی میکنه دنبال بکنه. اصولا هر کس که دبیر شورای عالی امنیت ملی میشه نمیتونه رویکرد امنیتی نداشته باشه. وظایف شورای امنیت ملی در قانون اینطور آمده است: تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. شورای عالی امنیت ملی ایران تا سال 72 فقط کار امنیتی میکرد تا پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باز شد همون سال و این شورا مسئول پیگیری موضوع شد. جلیلی درسته که نماینده رهبر در مذاکرات هسته‌ای و در شورای عالی امنیت ملی، ولی اولا رئیس این شورا اسماً رئیس جمهوره، یعنی به هر حال باید بهش گزارش داد، و ثانیاً پیوند فکری احمدی نژاد با سعید جلیلی واقعیتی است که از سالها پیش وجود داشته. چه از 20 سال پیش که جلیلی تو وزارت خارجه همکار ثمره بود، ثمره‌ای که به عنوان سیاستگزار اصلی دولت احمدی نژاد از ابتدا تو دولتش مطرح شد، و چه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که جلیلی با دفتر رهبری کار می‌کرد، اما بعضی از سخنرانی‌هاش احمدی نژاد و اطرافیاش در مجامع بین‌المللی با استفاده از موضوعات مطرح در پایان نامه دکترای جلیلی تهیه می‌کنند. معروف است که نامه احمدی نژاد به جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا از رو کتاب سیاست خارجی پیامبر اسلام سعید جلیلی نوشته شده. به هر حال اگه این سخن دقیق باشه، کسایی که اون کتاب آقای جلیلی رو نخوندن، خوندن نامه احمدی نژاد به جورج بوش قاعدتاً باید کفایت کنه که ماجرا چیست. سعید جلیلی و اطرافیاش یه ستاد تبلیغات درست کردن چند روز پیش، اسمشو گذاشتن حیات طیبه. کدوم شماها هیچ انگیزه دنیایی ندارید، یقینا با این همه ارادت اومدید حمایت بکنید از یک کسی که نزدیکترین الگو اونو به ولایت. خب این نزدیکترین الگو به ولایت یه وقت مثل احمدی نژاد در نیاد، به ویژه که از هسته اولیه تیم احمدی نژاد و هاشمی ثمره است. مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشته، تاریخش 19 مهر 88: سعید جلیلی که همچون رئیس جمهور در زندگی شخصی به پرکاری و ساده زیستی شهرت دارد، تا پاسی از شب در جهت تقویت دیپلماسی کشور تلاش می‌کند و مورد اعتماد فراوان رهبر معظم انقلاب و دکتر احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی است. در این حوزه جلیلی میگه سیاست احمدی نژاد پیش میبره به اسم عدالت و صلح. یعنی وقتی که دولت جدید میاد، مثل هر عرصه دیگه، وقتی که نیروی تازه نفس میاد، یه رویکرد جدید میاد، به هر حال با یک تحول جدید، با یک توان جدید وارد این عرصه میشه. لذا اون چیزی که ما امروز بهش احتیاج داریم این است که دستگاه سیاست خارجی ما باید گفتمان خودش رو مشخص کنه، در چارچوب این گفتمان به سیاست‌های خودش شکل. تصور می‌کنید که الان مشخص شده؟ بعد از اون نکاتی که آقای احمدی نژاد من استنباط کردم، چه در صحبت‌های تبلیغاتیشون، چه در صحبت‌هایی که بعد گفتن، دو محوری رو که ایشون مطرح کردن و به نظر من روش بسیار بیشتر تکیه دارن و مطرح میکنن، یعنی دو محور عدالت و صلح، به نظر من این دو محوری است که قابلیت یک گفتمان داره. یعنی شما میتوانید با قنای اندیشه و تئوریکی که دارید به این دو محور، یعنی تحت عنوان گفتمان صلح و عدالت جهانی رو مبتنی بر اندیشه خودتون شکل بدید، در بسیاری از حرکت‌های سیاست خارجیتون در این زمینه حرکت کنید. ضمن اینکه این گفتمان میتونه مورد قبول و پذیرش افکار عمومی جهان و نخبگان جهان باشه. یعنی یک گفتمان منطقی است، مورد پذیرش هست، یعنی چیزی نیست که بقیه باهاش بخوان، کسی در دنیا این به خودش این جسارت رو بخواد بده که مثلا بتواند در برابر صلح مقاومت کند، در برابر عدالت مقاومت کنه. خب این طور حرف زدن به خاطر این نیست که ایران با غرب به سمت گفتگو و صلح حقیقی بره. اینا همینطور که آقای جلیلی توضیح دادن هدف و ابزار کار نیست. ببینین همون آقای جلیلی که اونطوری از صلح و عدالت صحبت میکنه، همین آقای جلیلی چگونه سخن میگه و در واقع مشروعیت میده به هر اقدامی علیه آمریکا و افزایش دشمنی علیه غرب. نعم فلسطين
نعم للإسلام، نعم نعم للثورة الإسلامية، نعم نعم للصحوة الإسلامية، نعم نعم للإمام الخامنئي، نعم نعم للإمام الخامنئي.